ای عزیزان گوش داره، ای عزیزان نیست جوان، قسمت و تقدیر خود را نکنم نزد بیان. گوش کن ای عزیزان قصه ما پنج نفر در نماز شام معزز با امام بلند مفتون و قلم در او و عامق جان شب درازی دشت بکو متخرد تا کمر به برادر داشت کنه خشن قوم و پدر جمله‌ای بودند من قوم‌های به کمر یک کسی قوم نبود بر مادیت یک رقمانه از گذاشته جملگی با سوی پاکستان روان با دوتا را خیلت بودم خونه بودن در سخان وقت سمه تا رسیده نزد یارانی جوان جای خرده شکر کرده خالقی کون و مکان از مکرده جملگی با سوی کوهستان روان به برادر داشته ده خشن قوم و پدر سرکار دیدمشون نشخ و کو کمر با دو از ناخون پایم ببری تا فرق سر کمکی اسبان بوده میخشی را به خبر کس نبود واقع زرایی در ای کو